بر اساس قرار شورای اروپا، سپیتامن بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان بر روی خط تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شدند. بسته نوی تحریم‌های اتحادیه اروپا امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان حمله روسیه به خاک اوکراین میباشد. در این بسته نوی تحریم‌ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه‌ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسمی از آنها از جمله بانک‌های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می‌دراید. به قول اتحادیه اروپا، تأسیسات و شرکت و افراد علاهیده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک می‌کنند. واکنش نمایندگان این سه بانک تاجیکستان و هم بانک ملی تاجیکستان هنوز به این خبر معلوم نیست. بر اساس این قرار، شرکت و افراد علاهیده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با این سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان، یعنی سپیتامن بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان معاملات براه مانند، هرچند استثناهای برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان این سه بانک تحریم شده به این قرار اتحادیه اروپا چه نظر دارند. بانک‌های مذکور از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامن بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر می‌گذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود می‌کند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت‌های تاجیکستانی از سوی کشورهای غربی تحریم می‌شوند. از جمله اخیراً شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یکی از تأمین کنندگان اساسی بازار سوزشواری در تاجیکستان می باشد. تاجیکستان شریک استراتژی روسیه است، ولی آشکارا از حمله روسیه به خاک اوکراین پشتیبانی نکرده، برعکس گفته است که خواهان حل مشکل از راه مذاکرات می باشد. در 3 سال اخیر خبری مرگ صدها تاجیکستانی رسانه‌ای شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگیدند.